خب بسم الله الرحمن الرحیم. میم امروز فرمولا تاب در فرمولا تاب فانکشن لیبلری که است، کتابخانه فرمولا ها که است. تقریبا ما یک 20 لکچر داده فانکشن فرمولا میمانیم. چی وقت میخوانیم؟ میمانیم در آخر میخوانیم. صحیح؟ اینی کتابخانه میبینیم از این تا اینی گروپی کل لگیاله. صحیح؟ اینجا کسا درس میده خونه ناممکن است. چرا؟ که تو گیان کمانده هم مکمل بفهمی که ذهنت خلاص شو. حالا مشوش است نیم ذهن در کماند باشین فرموله چی میگه؟ کماند خلاص میگه شروع فرموله میم. همین تا صحیح است. خب اول نیم دیفاین نیم یک سهار معرفی کرده میتونیم. نیم، جاب، سالری، کمیشن، توتال اکوال سالری جمع کمیشن. तुम जात गैरहाजिरी नहीं करी वो तो सिंपल ما गैरहाजिरी کنه و ما هم رئیسی با حوال حجور هستی لون سر ترحم کنیم. دیفاین نیم یک ساحه میتونیم که با 5 طریق 4 طریق معرفی کنیم. با چند طریق؟ 4 ببین. یک از نیم باکس ای اینتر اینجا بیم بی انتر آله ای میرم بی میرم میره نمیره یا اکوال ای جمع چی بی انتر چی جمع چی اینجا می 4000 جمع 3000 7000 شده. هر جا که باشی ای جمع بی ای منفی بی ای ضرب بی ای تقسیم. دیفاین کردی یا نکردی؟ ضرور نیست که دامو یک شیت تو باشی یک سهار دیفاین کنی. فکرتان است؟ یک نفر است مثال لیجر برش جور کردی. لیجر شما نمیشناسی. خواهر شما شد شما بشناسی. خب اینی یک لیجر است. نیم مثال دیت دیسکریپشن یا تایپ اصلی باز برات کار میکنه. این نمونه شن است. این نمونه اینقدر قابل قبول برای ما نیست. خیر دیسکریپشن کم آسان است به خاطر. دیسکریپشن اول چی میشه؟ دبیت باز چیز کردیت باز چیز اماونت باز بالانس. تو دکاندار هستی با هر نفر که از تو سودا میبره این رقم یک سیستم برش جور کردی. مثال جان آمد به این تاریخ چی برده تایپ پیسا این کده در بینک یا دکان است. description for saving the bank تو کار میکنی. saving debit که انزرت کنه برای تو چی میشه که بیاره برای تو چی میشه نقد آورده کنه برای تو کردیت میشه. amount equal debit به منفی چی شوه credit enter 50000 ما باقی شدم یا نشدم؟ کلگی چقدر اینجا حساب کتاب داریم. سم کو کدام ساحه اینی ساحه انتر 50000 باقی است. باز همی جان است. مثال به این تاریخ پیسا این کده باز فار سیوینگ که این میکنه چند 60000 ما چقدر باقی شدن 1,10,000 باقی شدیم یعنی انتر. باز جمال مثال به این تاریخ جمال دی اکاؤنٹ هیچ کار نداره. اکاؤنٹ جان است. صحیح به این تاریخ پیسه چی کرده آوت کرده فار شخصی اکسپنس هر چی که میکنه. این دیبیت میشه نمیشه. چند روپا آوت کرده 76000 چند روپا از در بانک مانده. این خواست یک نفر شد یا نشد. این باید دیفاین نیم کنیم. از این طریقه میتونی دیفاین نیم کنی. 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 خوار طریقه میکنی اینجا میکنی. بنامی چی؟ اول کار کی است؟ جان است یا نیست؟
کجا نشان بتایی دی معلومات شتیک یعنی شتیک چی معنی شتیک اگر بگی تنها دمی شت که به اینجا دیده میتنی یعنی اگر دی شت باشی دی شت اینجا بی بس دیده نمیتنی ببین اگر کلا گوربوک ببین کلا گوربوک سیه سنیس ما باید بتانیم که ده هر وربوک باشه با چی کنیم برامی جان کجا دیده میتنیم تنها دو مکمل وربوک که حالا که ده هر شت استاد باشی کجا میری در ساحه ولی جان حسابی را میبینیم جان حسابی جان هست یا نیست یک اکاونت به جان جور کردی با آسانش دیزینی و چیز و چیزا اینجا کنترل پلس وی یکی است مثال جمال است هر کس که باشه صحیح ایرا هم چی میکنی دیفاین میکنی با کدام نام دیفاین میکنی جمال کنترل پلس سی کنترل پلس وی دیگه مثال کریم 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 آل ایلیسا بنامی کی معرفی میکنی کریم 100% نفر جا که باشه کدام حسابی ولا کریم آمد تو ببین حسابی ما چطور است این حساب جانی نیست جمالی نیست چقدر آسان است آسان شده اگر چقدر مردم باشه فکرتان است این خو آسان است مشکل خو نیست میتونیا یک ساحه ما دیفاین کردیم نام برش میتون ایریا این کدام ساحه یعنی مطلب کدام ساحه صحیح کجا معلوم شما میخویم تنها ده شیت 1 معلوم شده شیت 3 هستیم یعنی اینجا ببین ایریا اینجاست نیست چی کجا گفتم چی کار کرده میدنیم ایریا equal sum कुची एरिया चेक सब एरिया सम में सम को एरिया ऑफ वन ارنا شده فکر میکنم دیشت خو نداریم ایریا دیشت خو گفتم کنسل باشه دیشت هم نداریم نه سام کو ایریا سے نیست مشکل ہے مطلب ماست که مطلبش بخونیم این خود میتوانه شما بکسم معرفی کنیم خب معرفی اینجا یاد گرفت یعنی اینجا معرفی کردنش یاد گرفت یعنی اینجا چه قسم معرفی میکنی ببینی شکلدار اینی ادمین بنا طرف چپ هست یا نامشا نیست طرف چپ قرار داره اینجا لیفت کانال کلیک کن هر وقت که نوشته میکنی سم کو باره ما چی سم میکنی ادمین هست یا نیست یا ادمین بالای چی هست نمانش اینجا بالا انتخاب شد یا نشد تاپ رو با کدام نام سب کردیم سم کو چی توتال با این نام سب شد نشد یا اینجا مثال که بتا را نوشته کردیا مثال نوشته میکنی که جمیل کدام طرف نوشته ایشان است راست است یا نیست اینجا چی نوشته شد رایت اینجا می سام شوا چی جمیل کجا میری در ساحه توتال میرم کجا میری در ساحه جمال در ساحه جمیل مشکل است
اینجا خواهم فهمیدی یعنی این باتا خواهم میکنیم که پایینش تکست باتا باگه نشد کار برد میکنم که داخلش چی باشه؟ تکست باشه مثال گریند کدام نام باید معرفی کنیم؟ کریت باتم رو هر وقت که با گریند معرفی هست نیست گریند چه قسم گریند سامکو چی گریند دو سه قسم دیفاین فامیل یعنی دیفاین برای اول و خطر کنم چهارمی قسم کدام است اینجا میتونیم یک سهار دیلیت کنیم تیم منیجر میتونیم سهار دیلیت کنیم میتونیم ادیت کنیم میتونیم کنار بیاوریم ناو کدام سهام معرفی میکنیم اینی سهام معرفی میکنیم کدام بنامی چی معرفی میکنیم بنامی نیو ایریا هر نام که برش بیدی ضرور نیست نیو ایریا में एक سهام معرفی کرده بینی همو ایریا सही है या नहीं शीट 1 از او تا 18 نیما میخوام 18 نباشه ای 19 باشه صحیح اینجا دیلیت میکنی اگر اینجا که تغییرات بیاری ببینا اینی باشه اگر کلیک اوکی کنی قبول میکنه تا یک قدر زیاد سخت میشه اگر ایرا کنی رد میکنه یعنی ایرا ادیت نکنی مطلبش فهمیدی یا میخینی ایرا دیلیت میکنیم شفت تبی که پایین کلیک کنی چی باید شما دیلیت میخوایم ایرا را ادیت میکنیم اینی سها نباشه نام ایرا نباشه اینی کدام سها باشه قدر نباشه قدر باشه میبینی میخوای اینجا فیلتر میکنی فیلتر کلیر فیلتر فیلتر همیشه نیست فیلتر با خاطر چی است سرچ است یا نیست مشکل خود دیفاین منیجر هم نیست 4 طریق میتونی یک سهار معرفی کنی یعنی اگر به یک نفر بگی شاید برات بگه تو چی میگی خو کماند است و می کارش یک چیز نیست فکرت بود هر کدامش جدا فرق داشت یا نداشت ای دیلیت و ادیت و چیزا میکرد اینی که بود از طرف چپ یک جه معرفی میکرد ای خاص معرفی میکرد یک سهای اصل یعنی برکس خود دیگه کماند مانده بنام اپلای نیم چی کار میکنه سیتو جمع ادیتو هست یا نیست باید چی اپلای میکنه من جمع خیم ایراول دیفاین میکنه دیفاین نامش چی باید باشه سالری دیفاین شد یا نشد ایرام دیفاین میکنه نامش چی باید باشه کمیشن اینجا چی نوشته است C2 جمع D2 ما میخوایم اینجا نوشته باشه سالری جمع کمیشن از کدام طریق رابطه میتونی اینجا بیا اپلای نیم و کدام اپلای میکنی کمیشن انتخاب است سالری تو انتخاب کو اردویش برش چک است اوکی کو چی نوشته است اما سهاره که دیفاین کردی چی کردی دیفاین معرفی که کردی این شما در فرموله استفاده میکنی یوزین فرمولا چک است اینجا کلیک کو چی ادوین منفی شوا چی کمیشن انتر کو غلط ادوین خود صاحب بود یا نبود یوز فرمولا سالری منفی شوا چی منفی میکنی سهای ای انتر میبینی 1000 مان دینا سالری 4000 بود 3000 که منفی شه 1000 میمونه یا میخوای کنی والا برای ما پس لینک کو کل لگی صاحب پس کو که می چیزا رو ما نمیشناسم کجا موقعیتشان است یک نقشه واره برای ما نشون بده میبینی نقشه واره نشان میده توتال کیس شیت 1 است اینی دی صاحب موقعیت داره نه خاص موقعیت یو نقشه اول مې درته وایي صحیح ده یو کارګوټي ته چې ننوځې که نه اول به نقشې ته ګورې هلته پکې مخکې لګېدلي یا هر شي چې جوړ شوی هر شي یو نقشې ته اگر به این کماندا مشکل داری میتونی پرسیم مشکل است دلچسب ماست کنه خب با تراست سیریر یک قدر باید دلچسب کردیم خبر نشون تراست سیریر چی معنی اینجا میم
گلجان که از اومیگا یک چی میگه؟ یک 20,000 افغانی از مام است. تو یک توتال اینجا جور میکنی. چی جور میکنی؟ سم کو اینجا توتال سم کو اینی پیسه جمع کدام پیسه؟ از این نفر یا اینی نفر پیسه. اینجا یک دیگه نفر است نامش آصف میگه به 60,000 افغانی از مام باید حساب شد. اینجا می گرین توتال سم شد. اینی پیسه جمع کدام؟ جمع شده نه. خب حالا ما میخوایم اینی پیسه از کدام جا داره کمان؟ دیگه دیگه کی دست داشت دبل کلیک میبینی؟ صحیح؟ اینا میخوای که ریموف کنی. کدام ریموف؟ آل ریموف میکنی یا دیپندنس یا ریپیدنس. همه اول ترست پرسیدنس بود یا نبود؟ ترست پرسیدنس یکی کلگی. این پیسه کدام اتومات جمع است پایینش بگی اینجا. باز کلیک کو دیگه کجا؟ باز کلیک کو دیگه کجا؟ میتونی که چی کنی؟ ریموف. یک ریموف میتونی. کتنا برای ریموف کلیک کنی. اگر دوش فهمیدی خب بگو. اگر نفهمیدی اگر سهش یرا فهمیدی نه این ایرر هم مدد کار این سه فهمیدی کماند صبر حکمی مونی اگر دایی سوال داری پرسان کنم پیش بره. استاد چی رقم با شریک شما مثلا کس استاد نه یک دیتا پیدا میکنی کجایی کجاست ببین اگر اکوال اینی جمع میکنی همراه در شیٹ دیگه آمدی این مشکله ببین این جمع کردی همین کجا جمع کرده ببین اینی هست نیست کجا جمع هست یه علامه چی هست؟ دیگه شیٹ هست اون طرف باید اشاره نکنه به یک شیٹ هست صحیح؟ میکسان هست نیست شیت اگر ما ببینم کار است ما هم باید کار کنیم ببینیم که یک ورکبوک جمع میکنیم چی؟ ورکبوک کنترل پلاس این ورکبوک که نوردم یعنی مثال جمع دو شیت است اینجا می اکوال اینی دیتا جمع کدام دیتا ورکبوک وارد بیدنم اینی دیتا چی کرده؟ جمع اکوال اینی دیتا جمع کجا جمع شده؟ اکوینی صاحب بوده که نه صحیح؟ میبینه که ساحه دیگه باید نشان میده خب یارم فهمیدی بعض این جمعی شو فرمولا شما میخیارجی که فرمولا کار کردیم باید به شکل خونسا کنیم فرمولا کلگی خونسا شد یا نشد صحیح؟ معلوم نچه باید کار نکنم حالا اساسی هیچ کدامش کار نمیکنم اینجا خونساست حالا که تو فرمولا هم کار کنی که والا 90 جمع
90 کار میکنه نه اگه یه چک کنیم ایرر چکینگ غلطی آمد یک ون گلجان جمع گل غلطی شد یا نشد دبل گلجان گل میشه ای غلطی هلپ آن دیس کمک بارد بیارم شو کالکولیشن استپ چه قسم جمع شده گلجان جمع گل شده نه خو کی جور میشه میگه استپ این باز سر اینی باز استپ اوت فهمیدی یا میگه ایگنور ایرر صرف نظر میشه ایرر فرمولا بار فرمولا گا ایدیت کنی چی میکنی غیرت نه ریزوم پس سر نیکست بدیگه غلطی میری پریویس بدیگه آپشن خو خود آپشن هست نیست اکسل آپشن هست مشکل خو نیست با غلطی رفته میتوانیم خوب تراست ایریا غلطی از کجا آمد برای ما نشانی کو تراست نشانی کو اینی جمع شده غلطی گلجان و گل که و جمع میشه ریموو میکنی این کامند اگه برات بانم خونه میتونی که آن کنی چه کسمان میشه برو میتونی که بگوی ببینی که ما ریکارد ستاپ کنه و آنش چالان کو اینجا آمد یا نامد که با این ساها میری اینجا بید بی سرکولر ریفرنس رفتن هی قصه میشه ای خو جه که آره که باز بگویم میره این پدرت با این خاطر میخوره اگر یک جه شما این یک غلطی است نیست دیگه هیچ غلط نشان خو نمیده کارم نمیشه اوه این سرکولر ریفرنس است او که همونجا کلیک کردی برو ولی میفهمی که اینجا ولی مشکل بود میفهمی ببین چه پر خو صحیح است نشان میده و باز میگه ایرم نشون دیگه چیز evaluate یک فرمولا evaluation میکنی evaluate چی معنی ایرا امتحان میکنی کدام قسم evaluation ها جه تو اینی جمع شده باز اینی شیت اینجا شیت آمد پس اینی باید داده اینی توتال است سرش شده میکنی میبینی یک فرمولا را امتحان کرده میدانی مثال اینجا یک فرمولا است evaluate میکنی امتحان کوئی فرمولا است C2 جمع D12 جمع D12 شده دیگه استپی بگو اینی 14000 جور کردن باز 14000 جمع D2 شده evaluate اینی امیر آب امتحان برد میکنه میتونی که ببینی هر کدا باشه watch window Artsil the watch window list to keep an eyes on their value as you update other parts of this sheet. The watch window stay and stop up. You can watch these cells even when you are working on other sheets. میخوای که یک سحر عد کنی به این خاطر که زیر نظر ما باشه اگر در هر شیت شما کار کنی میتونی که وارا شما دسترس پیدا کنی ببینی حل کنی چه قسم ایره میخوایی اینی بسیار مهم است برای ما watch window add کدام ساعت اینی ساعت انتخاب است ایدی اکشن دیگه واچ میکنی اینجا جمع کردی اینی ویلیو بود دیگه یک شیت هم ما کردنیم کدام شیت اینی ساعت اینجا بی add watch window اوکی اینجا میبینی ویده بوک وان که شیت وان بود اینی ساعت ویلیو که در فرموله اینی بود اینی بود اینی شیت 5 اینی بود کلا که دیده میتونی یا نمیتونی حسابی یک نفر را جمع میکنی داخلش با حسابی اون نفر میگی که تو چی کردی و چی میکنی صحیح؟ میفهمی؟ انا کتا که میفهمی نخی خبرده را بوده واچ وینڈو مطلب ایک پوش پی یو چاہتے تشریح کولی شي کتاب څنګه شو زیاد مردم منتظر کردیم دلت جان چلانه گرفته میبینی خلاص استی تو وزی هیچ برای ما باز نگوی داشت آخر وقت حق نداری کمره ما باز کنی با تو میگم برای شما دویش کمک هم نمی کنی اتومات شاگرده ببین اتوماتیک چی کار میکنه اتوماتیک به این معنی
12 جمع 12 equal اینی خانه جمع اینی خانه انتر. وقتی که هر تغییرات بیاری اتومات تغییرات نه یا نه؟ اینجا چرا؟ اتومات انتخاب است، با منوال انتخاب. 8000 جمع 9000 nothing. صحیح؟ آره در شیت که در شیت اول می محاسبه کار میکنه هرچه چند که باشه equal اینی خانه جمع اسی خانه. آره تغییر بیار 12000 جمع 12 تغییر آمد؟ نامد. چرا؟ منوال است. منوال اگر اینی کماند کلکولیت نو اگر چک کنین کلیک کنی دمی ورک بوک که هر جه منوال باشه کلگی محاسبه براتر یک کلیک میکنه. اگر پایین کلیک کنی تنها در شیت موجوده برات محاسبه میکنه دیگه ورک بوک چی میکنه؟ کار نداره. ببین اول کلیک کنیم اینجا محاسبه کردیم فعال کار میکنه نمیکنه. اینجا کار میکنه نمیکنه. خدا یک شیت بورد میم ایرا کلیک میکنم اول بعد کلگی ورک بوک اگر 100 500 1000 شیت هم باشه تا کلگی فعال شده نشد اپدیت شد. اینجا اپدیت شد نشد. عالی ببین ایرا پس تغییر آوردم یعنی دیم تغییر آوردم. تغییرات خونه آمد اینی را میبینیم. این با خاطر کدام شیت است؟ شیت موجوده. کلیک میکنی اینجا کار کرد و اینجا میبینیم کار شد. مطلبش فهمیدی؟ فرقش فهمیدی؟ دیگه یک کامند مانده اتوماتیک اکسپت فار دیتا ٹیبل کل ارچ اتومات می باشه خطانا ٹیبل این اتومات است. ببین هر تغییرات که میاری اتومات است و دیتا ٹیبل اتومات نیست. دیتا ٹیبل چی است؟ کالدار ارچ که باشه ارچ کنم قیمت کالکولیشن دلار کالدار اونجا مامی خب اکوال یک ضرب چی؟ یک ضرب یک شد یا نشد؟ مثال جان اسد چه قسم خانوالی نیست اینجا ای جوان است 90 روپے معاششان است. اینی است 200 است. اینی است اینی قدر و اینی است اینی شکل اینی شکل اینی شکل. صحیح؟ نو آیا هفته چقدر میشه؟ ماه چقدر میشه؟ سال هر چند روز که باشه این روزه چقدر معاش میشه؟ اینجا انتخاب کو ریتا برو دا what is the analysis گلسی نی گلسی टेबल डेटा या دیگه میبینی محاسبه شد. روز کی یک روز کی 90 روپے بگیره آپ روز چقدر 1 روپے میشه. چرا؟ اینجا چی است؟ گفتم اکسپت टेबल هر چی دیگه اتومات است. خود टेबल اتومات نیست و टेबल اکسپت معنا محاسبه میده. تو یہ اگر اپڈیٹ کنیم نفهمیدی مطلبش؟ سخت اگر بود میتونی سوال کنی. چه؟ خب از سرگو تا دیتا را نیز پوکس کئی توجه تار دیتا تا غاڑی توجه لانجی دی اغاورات کر. صحیح ده؟ ها؟ ولا انا پوهیږم دلته وګوره